اولین چیزی که در اخلاق اسلامی آمده اخلاق اسلامی را بلند میکرده، این زمین بهشت میکرده برای فرد مسلمان کسی باوری داره به خدای حق و آدمای باوری داره حرمت میکنه. برای ما نمازخوان در کاره یا نه؟ چه وقت میتی نمازخوان خی باشن؟ برای ما روزگیر در کاره یا نه؟ چه وقت غمش میتی؟ برای چه نمازخوان غم میتی؟ برای چه روزگیر غم میتی؟ برای چه قدر نمیکنی ایمانای یارا؟ همین برای ما کسی خدا و پیغمبر ما شناس خوبه یا نه؟ چه قدرش نمیکنی؟ چون دل ما نمیسوزه برای همون؟ اینا میگن اعتماد. پیغمبر خدا گفته که تمامی زمین اگر بها تینکو یگان تی این بهاش به عقیده درست نمیشه و قسم به خدا پیش عقیده درست هیچ نمیگیره. تمامی همین زمین یک طرف پر توی ایمانی به خدا و رسول ای بالا دانه. کسی که با ایره دانه ایرم از او بالا دانه. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم حدیث دوام دادن که باوری به خدا بهای تمام انهمین زمین قدی تمام انهمین داراییش های. دویم گفته این زینه پایه هست که شما به تمام بلندی میرسه. این چی بده؟ سلام زینه پایه بده که به تمام بلندی میرسی. ایمانی به خدا تو را به عرش میرسونه. ایمانی به خدا پیغمبر شب معراج میروند ایمانی به خدا را بینه که بلال صداهای کلوچ در بهشت میفهمه. میگه یا خش قفام قدم میزنه، میگه رنگ قدم زنی های بلال. وقتی که میبیام میگه بلال شب معراج صدای کلوچات در بهشت دیدم. این چی بودمش؟ این باوریه، ایمانه. اونجا دا به ایمان راه نمیتین دا اونجا. قصر حضرت عمر را میبینه، بهشت حضرت عمر را میبینه، حضرت حورایی که منتظر ابوبکرن او را میبینه، صالحین را میبینه، او مقام و مرتبه ها را در شب معراج میبینه. حضرت باوری به خدا این زینه پایه بوده که تو به تمام بلندی ها میرسی. ما باوری داریم که خدا ریس میانده. چو برای ریس دروغ میگیم؟ چو برای ریس به هزار کارهای ناپاک میریم فوق مناسق میکنیم؟ برای ریس کیم چی کارا میکنیم؟ وقتی باور داری که خدا رزاقه وقت نترسه که تو هیچ محل نترس. یکی از بزرگای خدا را قصه میکنن که 99 تا نام خدا را در ایجادیاتش میبیاره. 99 تا نام خدا را یک تا تحلیل کرده بوده. یک تا نامای خدا را تحلیل کرده بوده. خدا بخشنده، چی خیلی بخشنده، همین باید ما تجربه کنم. میبیا به نام رزاقیش. به نام چی میبیا؟ رزاقیش که خدا ریسخته هست. بعد از اون میگه خدا ریسخته باشه، چی من در ریسخ میتین؟ من هیچ نمیخورم. همین آب و نان من نمیخورم، همین ریسخ باشه اگه هواش برمون. بعد میگم یک کلان میگم مقصد خرجینی اسب شگیری تا اسب شش سوارش بیابان در رفتن گرفت. همین تا اسب میگه بفرش اسب مونده با پیاده رفتن گرفت. همین تا رفت در همین قصه اولیاء میبیاره. بعد رفت میگه دیگه آبم تمام شد، نان هیچی هم نداره. میگه پرتوف آخران رمق همون نفسو خونش میگه میجمع مونده بیهوش شد. غلطید همین گوشش قد یک صدای کاروان اومده است. میگه زنگوله کاروان. وقتی میگه با گوشش میگم صدا و زنگوله کاروان فهمیده است که کاروان اومدگه، چشمش پوشیده هش رفتگه، اما میگه خیالش بیداره. کاروان میگه بالای سر شما صدا بلند کرد که مردم جمع بیسته که امیجک انسان هوشش رفتگه. میگه بالای سرم اومدن این خیبری برگشتن گفتن آب بیاره، مشکی آب بیاره بیدارش کنیم و شیارش کنیم. میگه آوردن در بالام امیخه آب زدن که من دیگر به هوش هم نیاوردم، خب بهوش کردن گرفتم. میگه به همون نولی آب آوردن مشک در دهنم موندن، دندونم سخت جقیدم که من نخرم امورا. چه ریسک میداده باشم؟ بعد دهنش سخت نمیشوه، همیقه که کردن نمیشوه. میگه بعد در همونجا یک کاروانچیش میگه آدمی کمتر میگه چقانتر این برای نگاه کرد هیچ چیز نمیگه. و من اصلا قد میگم در همین دهنم میخه زد، میگه دندونم شکست. همین شکست از هم حلقم پایان میگه نولی هم آب برد و میدان در ریخت. بعد از میگه با هوشیار شدم بدون چیزی را که تو تقدیر کردگی باشی دهنی من نمیشکنه در میدان جا میکنم.
همه برای همین عزیزای هیچ محل برای ریسک زیق نشوه. این سبب بالا پایان دویدن ما. رزاق اوای باوری داریم که همون ریسک میتیم اصلا برای ریسک حرام ده نروه. نخواه آدم برای ریسک حرام ده روه. نخواه که آدم برای ریسک حرام ده روه. نخواه که آدم برای ریسک همین روز برادرش خفه کنه. رنگی تورتنک بولی در 10 جا تورتنیده. لیکن در 10 تورتنک 10 جا تور میتنه، در یه هفته 1 تشت پشه میزنه. اینا هم خیلی هم 10 جا دست پا داره، اینجاش میدوه اینجاش میدوه اینجاش، لیکن نمیدونه که تقدیرش داره میخوره. نمیدونه که همون تقدیرش داره میخوره. با ماینا با همون ریسک حرام ده پگه جوابه. با ریسک شبهه ده جوابه. و ریسک پلیده که خورده با جوابه. اخلاق اسلامی چند قدر بحث کردیم. 3 یا 4 جمعه آخر درباره این بود که دوست داشتن دنیا سرچشمه همه خطاگی ها، سرچشمه همه بد اخلاقی ها از کجا سر میشده؟ دوست داشتن دنیا. با آمدیم که به دنیا هم نمیشه آخر، به دوست داشتن او هم نمیشه، به کار او هم نمیشه، به حرکت او هم نمیشه. کدام دنیا؟ همون دنیایی که در داخلی او آخرت باشه خوب دنیای خوبه. همون دنیایی که در داخلی او با چشم آخرت او را نگاه کنیم خیلی دنیای زیبا بوده. این دنیا دنیای رسول اکرمه صلی الله علیه و سلم که ما این دنیا قطعی آخرت نگاه میکنیم. در این دنیا آخرت آباد صاحب میشیم. این خیلی دنیا باشه هیچ گپ نداره. درباره همین بحثا بود. 2 جمعه آخر ما درباره این بود که یکی از سبب‌هایی که دنیا آباد میشوه همینه که آدم باید مرگ یاد کنه. آدم که مرگ که یاد کرده این دنیا بسیار کارهای بد اخلاقی نمیکنه. دوم یاد آخرت که ما چند قدر آخرت بینی داریم. امروز آمدیم یکی از مسئله هایی که دنیای ما رو آباد میکرده، اخلاق اسلامی را به قوت میکرده است، تربیت دینی را به قوت میکرده است، این دنیا رو آباد میکرده است، آخرت خیلی و خیلی برای ما گسترش گلستان میکرده است. این باوری بوده. چی بوده است نامش؟ باوری. اعتماد، باوری به چی؟ به خدا. که ما چند قدر به خدا باوری داریم. خدا باوری چیه؟ باوری خودش چیه؟ که همه ما در این بابت صحبت ها میکنیم. یکی از ریشه های اخلاقی این باوری به خدا بوده است. روایت حدیث بوده است از رسول اکرم صلی الله علیه و سلم که حضرت گفته بوده است باوری به خدا بهای تمام قیمتترین چیزی که در این دنیا برای انسانیت موندگی است، چه او جانش باشه چه او طلا باشه، چیزی که برای انسانیت غال قیمت موندگی است، بهای آن همون گفته این باوری به خدا است. خواهی که در این دنیا به همه چیز صاحب شوی او چی بوده است؟ باوری به خدا. باوری به خدا یگان چیز به باوری به خدا برابر نمیشده است. قیمتترین متاع و مال دنیا را امروز یک طرف مانو برابر ده همون که از او 1000 بار بالاتر هم 10,000 بار بالا هم چی را ما باوری به خدا را. انسان وقتی که به خدا باور داشتگی باشه باید آدم اخلاق داره. انسان وقتی که به خدا باوری داشته باشه این دنیاش آباده. جناب پیغمبر که باوری به خدا بهای تمام هستی همین دنیا است. همین دنیا را سیاره همین دنیا را زمین برابر دی ایمان رو ندان. برابر چی ندان؟ ایمان رو ندان. وقتی تو باوری به خدا داری ای همین سیاره را تو قیمتی. حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه وقتی که میبیاین این قدر دارایی دارن همین حضرت بلال رو کی میخره؟ برای چی میخره؟ برای ایمان. برای چی میخره مورا؟ ایمانش. اما در پیش بعضی از افراد با ایمان قدر نداره. ابو جهل چی میگن؟ تا یک تنگه پوچک میدادی من سیاره میدادم تا چی پول بسیار میتهی؟ برای بعضی آدم ایمان اهمیت نداره. برای بعضی آدم ببینید که ایمان چی گونه اهمیت داره.
بعد از او حضرت در جواب چی میگن ابوبکر صدیق اگر قدر ایمانی را میدونستی کو اگر قدر ایمانی را میدونستی 16 17 تنگی طلایی چولی تو قدر ای را نمیدونی آیا یگان مراتبه از روی ایمان یکدیگریمون حرمت کردگیم کم میکنیم هم خیلی هست یا نه خیلی باوری یکدیگریمون حرمت نمیکنیم خیلی باوری ها یکدیگرمون قدر نمیکنیم برای خریدن بلال کی بیرون میبراید کی میباید قدی مشرکات شرطنامه میبنده کی مشرکات قدی صحبت میکنه ابوبکر صدیق خدای نکنه یا مسلمان در یک بلا گرفتار نشوه یک نان دادن در میترسیم یک دانه نان همی دهن محبس بریم که باید دراز کنیم یا مسلمانی واقعی خیلی این گپی کلانه که یک انسان باوری یک آدم حرمت کنه برای آن همین ما یکدیگریمون قدی و سلام خوب نمیکنیم علیک خوب نمیکنیم دنیامون بیزیبه ما ایمان یکدیگریمون حرمت نمیکنیم که همه آدم مسلمانی ما نیاخی اولین چیزی که دنیا رو آباد میکرده این چی بوده عزیزان اعتماد باوری و باوری همون آدم حرمت کردن یا باوریمون حرمت کنیم حضرت بلال وقتی که میخرن آزاد میکنن بعد از او حضرت عثمان در همین عذاب گرفتار بوده حضرت عثمان بسیار امکشان غم داده وقتی حضرت عثمان ایمان آورد حضرت عثمان امکشان چپنه کشال کرد میگه از همه پایان در ستیل پخته و دود ماندگی و در تو آورده در برابر بینیای حضرت عثمان که از شریعت پیغمبر میگردی همین سیخا را گرم میکرد آورده میگه در پا میاناش میداشت همین عثمان علیه السلام عثمان رضی الله تعالی عنه امکیشان که میگردی اینم آمد به پول حضرت ابوبکر خلاص کرد گو من پول میتین گو چند قیق خواهی گو عثمان آزاد کرد برای انا همین ابوبکر صدیق ابری هست که از آب ابر و باران او ایمانای ما آب خوردگی هست من شب دیدم صدیق را به خواب حضرت علامه اقبال میگه من شب میگه ابوبکر صدیق در خوابم دیدم من شب دیدم صدیق را به خواب من شب ابوبکر به خواب دیدم از رخساره و چمنی او میگه گل چیندم آن امن الناس بر مولای ما او امام رسول اکرم است پیغمبر اکرم کی نماز خوندگیم 13 نماز خوندم آن امن الناس بر مولای ما و حضرت پیغمبر امام شد او رفیق غار است او پیغمبر خدا را در گور ماند او خلیفه رسول اکرم است برای چی مقام را صاحب شده یکم همینه که بلال غلام آزاد کرده ایمانی و حرمت کرده ایمانی عثمان حرمت کرده حضرت عمر دعوت کرده حضرت عثمان خریده آزاد کرده عبدالرحمن ابن عوف مسلمان کرده سعد ابن ابی وقاص مسلمان کرده همون 10 تن از یاری بهشتی را غیر حضرت علی همشون همه حضرت مسلمان کرده بیا چی به باوریامون حرمت نمیکنیم